ایلا اما دولت انا که بخواد کامل لگام بکنو خوبه بشیدی کجایی؟ بله همینجا بالا سر بابا که دم کار چیزی دارم بازی بربر نری تو که باید اگر کامرس باید رو دیدی باید برمال گومی خلالا دیگه یک خاک چرا اینا رو بالا میکشین؟ که دورا رو خورده گذو این باید بکنی میرسی و تا چا اینجی بیو نه تا اینجا مالا امتحان اگه بستون با خاطر از این که خاک ما بالا میکشیم که سردی سمیت کنیم که ماشین خودش متحق کنیم اینجی راحت جای پاک باشه که هر دفعه بالا کنه بفهمید الان اینجا اینجا ماشین کی گذاشته میشه نمیشه دیگه گوشی شما به کسی شما نه اینجا گیرگیره گیرگیر گوشی واسکت ماله دیگه با تا چا میتونم گوشی در کنم گیرگیره آن اینجا گذاشته با تا کسی واسکت مالو اوکی کنو سعی کوکینه زد قسمت کار داشته باشه الو سلام علیکم اندرا باشین جانجونه شما کیلی لالا خیلی تپرد نکنی سکنه کینه شما کیلی لالا شما برای راوی دیگه خواب رو میکنن چی نه بگم چه کار میکنی تا تا چه رو دیگه ما چیز کنی خاکاش خلال جا میکنی که ما چیز کنیم این ما ماشین برق ماشین ها تا کنیم این دیگه سمیت میکنیم چی باید از اینا کینه باجی شما نمیگم ما کار مخصوصی داریم بیای آن کار مخصوصی ها بیای حالا ما بالا شو ها بیای ما این دوان خود بگیریم من نزم لا وستاو عالمی تباشه و دست شما باجی شما بالا میشه با چی سختی با بالا میشم تو سیکو نفتگیم ما این دومن بگیریم نه تیو رو بدی بله مونده شدم از اینجا بالا شد خوب خیریت بخیریم الحمدلله شما خوبیم بچه ها خوبم شکر همه شکر خوبم الحمدلله بیلایی چی نمونده وسط ها والا خب همین جگه با تا چایم همین خاکار بالا میکنه که اگه بشه بخیر همین تا چار سمیت کنیم ماشین تا کنیم مالکو میفهمیم با برقم کنه میشه برق مصرف هم خیلیه انا هم کشکشال همینی ها بلیو ما گرفته دادم میخواه شما خورمون لکه یلدیم گسپندار میگیم دیشب که ما بکشتیم او گلکور ارتار خب گپی نیه مشکلی نداره یکی هم از شما چی فرق میکنه با تازه خوری که شما بیاین خب غمی نداره خونه شما نه تازه خوری البته بکشه پیار بیایم خب غمی نداره بیایم با تازه خوری بیایم خدا حافظ بابا تو می دست شما هم برقشه تو می دست می بگی سلام بدی دست امیر بگی والا نشی مشکل برقش نکنی به خدا تو بخیر بله بعض همین مردم من نمیفهمم کدوم مردمه همین مردمی که خود به زور میمون میکنن برو در دو تا گوسفند بستوندم به لندی بستوندم اونا رو ما بکشتیم خیر بین اینا رو ما بکشتیم حال ای به من زنگ زده ما گفتم خدایا کسمسی مریضه پول چیزی به کار داره گپ چیزی داره به 10 متر شما بالا شده با بالا 11.5 متر که چه کاره مور میخوام امشب میای ما به خونه شما به تازه خوری به چی کار به تازه خوری چی تازه خوری گوسفندایی که شما بکشتیم امشب ما میایم به تازه خوری به خونه شما میمون قرار به تو میگفتی تو به قصبی پیار کنی مال چی میگم من چی میگم این که خونی پیار تو کنی که تو بخو بیا اینجا به تازه خوری خب برو بخو یکی بخا امی تازی بعد میآید که رنگ از این ما ابی باجه مر میگم رنگ از این ما نمایم ببینم باز امی میای خوره میگی تاره میکنه تا کی میبزینو بگم چی دگه اگه شماری از کار تو نمیشناسی اگه دگم اسم مرکه نبرده بگونی اصلا جواب نده میایم دیگه چیکار کنم مرگ بخورم دیگه چی بگم مال برو یکی بخور مرگ بخوریم تو چه کار میکنی من مونده شدم به خدا شل شدم تو کجا میری حاله میری سر اودری میری یا میری چای میاری چیکار میکنی از میدو کار که مگه کار بکنی نه چای میارم خب برو چای بیار من مونده شدم یک 10 دقیقه نشین لاف خونه اگه اومده بیدم خب حالا چه کار کنیم دیگه کان خبر شدم به ساعت من میفهمم کی کار میزنم برار تو کرده
زن میو بغیر از این دیگه کی بسته از اینا خبر بده که ما گوسفند کشته؟ خب میرم سلام. 10 دفعه تو میگی که میزن تو آدم خوب اینه به برفتو نمیکنه، میگم این سادیه. نه بابا خدا راست میگی. به خدا 70 تخت کم داره زن شما. برو بس راست زودی بیای برو خوربه گردون که تاشین شما ما این بکنین دیگه. تاشین ما کی بالا کشه؟ ها کی خاک با بالا کشه؟ مشکل چی کرد؟ نه برارم گلم. سیکلین شما. اینو کار میندازم خوب. یا چیز کنین شما؟ اینا پول کنیم با بالاشیم بیایم اینجا، بعد اینجا کش کنین خیلی کنین. برو برار من نمیشه این کار. بخدا چای بیارم. ساعت بیا سیا. واسباد نری دیگه. نه. حالی من میجی شیشته. خوبه. باشی پرواز بخیر پاک شنا پاک بخوره بره بزه پرواز شور نگاه برام پاک کنه. گیلا اشتنی نه باشه انجا دی خیلیت شبه کجا میری بیا؟ کجا میری؟ نه که ما چای ماییم. بیا بشی که مونده شدی بیا. اینجا بشی که مونده شدی. چی می؟ بشی چند دقیقه مونده شدی میگم. مونده خوب شده. یک زد گیلاس ما اینجا کار. اینا برار من دیگه بله پیاله با من. اینا برار من. باجی برار من نولولایه. اما شامده. اما کل فندوقی برانی نه. کور فقط بگی گردباد آورده. خودم کجیره. اینا حالا به دنبال شاید بیایم دیگه دمی صد گفتم تو برو حرکت کن ما میاییم. ما اینجا تا سرچاخو 4 میکنن زنگ زده که ما میایم گوشت لند داریم شما گوسفندا دلو کشتیم. ما میایم گوشت لند میخوریم. چی تازه خوری فقط میگی با باقچی خو میای. اینجا می گوار بیاردن که بچه ما فهمیدی؟ تا شما نه؟ دیگه امیت توشنه نیم گیلک اینجا او امنی امیت توشنه نیم چی بگو خوب شد تو بیام دیگه گیلک باشم یک گیلاس چای بخورم دیگه. اینا میمونای خلاص نمیشه دیگه. تنم بند با 7 نفر یک گیلاس چی نمیشه. عباس ایتنا میمونای دیگه برار ممرسلت میکنه. توشنه خو نه خیره. نه میمونای عباس هیچ کار نمیشه گیلا تو پولم بدم. چنده؟ میدون دیگه. چنده؟ باشه بخورم. نه چای خوبی هست سیکو. هل داره یک منیل. خوبه اول کمتان کنم دیگه. واقعا امتحان کنم. چنده می؟ یک دایی به تو میدم. بده. نه. گیلا. پس یک کار کن. یک دایی به تو میدم این فلکس میجی باشه. چای خلاص شد. بیر ببر یک دوباره خونه چای کو بیا. چره؟ نه داری که نمیشه. میمونا میام برای من مسلط میکنم گوزودی بیای کاغذ بازی نکنی. من امروز بارک الله ما که کاغذ بازی نکردم. توی دایر بگیرد. فعلا دایر چک کن نگاه کن. چند پیاله؟ صبر کن ما بخون سکم چه چایه. چی که دیگه هر چی بخوردم دیگه هر دم سیر شدم آورد. زود یک کن. تکوشت چای فقط میگی خون گوه. خونا گوه میتا. نه. یک کن. اینا میبری که اینا بخورن دیگه میمونا. اینا همه تازه خوری آمدن. این یک تو که رفیق منه دیگه مگه هم پولم نمیستوندی. چی فرق میکنه کسی ما و تو نه؟ نه میگم. تا گوشا تو مال سمن آشغال داره. گو هم میگه بیار به من. باشه هم دیگه. باشه یک لقله همه لقله. باشتن همون پول دادم. همینجا بگذار گیله. یک. به ترمز بده یک من بریزم. کم بریزی. چند چای میخوری؟ خود ترمز ما نخریدم. لکر؟ خب باشه نه اندازه 5 پیاله. یا آدم گوشنی بودی گیله. بگی تو اینا من کم بخوری. تا وقتی به تازیم بر بس دیگه باش. چی بس؟ داری پیدادم. چند گیلاس شده؟ نامردی نم کده گرفته؟ چند پیاله می؟ پیاله دوری پی خوبه؟ خوشم ایته بخورم هردم این سینیم پیاله تشنگی هم بشید میگم برو. تشنگی تو شاید به یک جو درش بیله. نه بودم تشنه نیم دیگه گیلم.
اینگاه ما میمون تونم گیلک دیگه ال داره نیه آب میمون خود چای نمیدین اندازی یک دانه سول مادر ما بنداختن تا اینا باید هم جگو باید نگی برو کباس چای بخورده نه از اینا تفقق کن یارگه چره اینا تفقق کن دیگه اینا بس چه میشیمی که از ما داغ است همه بشویدی خو یخ بو آقا گیلک چا خو لبا تو فقط بگی لبا شطوره نمیسیزه محکم لبا تو لبا شطوره گومه چوب کنی گیلک چای خوردن بلدی وانی بیا مادر میمونه شما بشم من گلاس آردی تو خدا بیا بچه خوی چار کمی جگه بک زبان ورورت گلاس بیا خنبوت میایه ابا گیلک تشنگی من نشیشته یک گلاس دیگه هم بریز نمیشه باید گلاس خوب بیا چینگی نمعلوم شدم پسر مادر خود یه با سگی بگی تو چای بیر خریدم خوبه برو وخی رای من پولا تو پس کن وخی بده گله ندارم گردن آور باشه دیگه پول ندارم چی نگی خوبه قسم دادم تو قسم دادم گوه تو دایی من ندادی تو من نمیشناسم من گیلکه برو یاره بخواد کمی گیلک کنم تای محل 100 متیره یا چای از اوست بخو یا چیز دیگه آش آن میمونا کلفندوقی گیلک کنم بیامده نمیامده این چند دقیقه کمی فلا شاید دقیقه چند گلاس دیگه هم میشه میدم تو پیدا شده نرسیدیم با کجای زمین سینام بیا سلام علیکم و علیکم زمین گیلک نامی کنه بله خوبه مدل بشه کوکو جو سلامت باشی من نباشی خوبه کلفندوقی از این کدومک بیده با گیله میگو کلفندوقی چطور دیر کردی از که تو رفتی خب اونا گفتم که تو چیز که چای و پیاله اینا تا دم شد برقام برفته بیدن انا میمونان باجی شما گفتن که خود براری هم هسته براری دیگه باز کی گفته باری او خود گفت من یک کمی آیم کو براری هم هسته همون ماما نوروز کلا سفید نیه ماما نوروز از هیچ کدوم از اینا به خوش من نمیآیه خلاصه گپا به تو بگم از هیچ کدوم از اینا همین تو معلوم میشه که همین 4 مگر 10 روز دیگه ما چی کنه کی به تو گفت اینا خود خودتو وردا بیار اینجا گو کی به تو گفت بابا عجودم چی میگم شما میگم به من گفتم گل کجای برات گفتم ما چا میکنیم همین 4 آشغالات پاک میکنیم گفت اکبر این که ما فضای آزاد کنیم عوض کنیم بریم سر چا پیش برار تو چایار ببر اگه ما پیالار به چی خاطر دادن تا شما نقل بخورید بگین تو عمر خون نقل بخوردیم اینا زن شما همین تا معلوم میشه که همین چا به 10 روز دیگه خلاص نمیشه اینا به زودی هم نمیرن بیا مون بردا پیاده چرا خوب وقتی برو دختر بگو نون تیار کنی بخی آره نون بردا بیار اینجا بیار بخی اگه ما به سرا براتیم تو 4 بجه دیگه ما فارغ نمیشم که بیام اینجا با سر کار همین چا میمونه زودی پیاده چرا خوب بخور برو بخی بیا بیار نون اینجا پخته کنم بیارم اینجا خود پیاده برام
خود پیاله میرم وقتی خودت میری وقتی دیگه وقت میشه بعد میام میگم تا 20 ساعت میشه خدا میشنوم به خدا میشنوم برو بیا با مفتزه میشین بیا ما بیا به وای 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 هیچ وقت کمر بسته نکردم دست تو السلام علیکم مندر باشی سلام علیکم یار خوشحال بخیری شما جوره خیریات شکر زنده باشی سلامت باشی یار خوشحال خیریات بخیری یار شما جوره دیگه پای غلری باشی سلامت باشی شما خوبی خیریات بخیری یار خوبی زنده باشی کجی جان خوبی شکر فضل خدا دم غنی بم باشه برزیم چای بریم اول مصروف چا بودی ها ولی همین چهار شروع کردیم همین راگه بشه بخیر امروز سمیت تزیر بکنین کلاک کنده شه برای بلاد کار خو خلاص شد دیگه چیزی نمونده کم دیگه کار داره ولیو خلاص میشه بخیر باشه من برای شما برزم باشه میرزم باشه این چای سیاه و این نغلا دیگه لالا دیگه خوردن داره او دیگه بیا میگیری که ما به شما میرسیم چرا اینه چرا نمیخوری منمو اینه نمو اما دیر بیام چای کخ بخور چیگه پای دیگه بودیم قراریه فلان خدا گپ نیه خونه بودیم گفتم باشه که بیایم من پیش باجگاه خو خود شما در بشینیم یک شو دیشای خود شما قصه کنیم دیگه بیا دیگه گوسفندارم که بکشتی خیر ببینیم خوب کاری کردیم اومدیم یک گوسفندی چه ارزش داره شما که بی‌طرفه برای ما من نگفتم برار با تو من همیشه تعریفای باجه خور پیش شما کردم واقعا تعریف هم داره نایده بچه سخاوت داری چای بخوری بابا جو چرا پیالگاه کی یا بعد اشته بود گوسفندا امسال خوب بود چاق بود کشتی خوب بود بله امسال خوب بود دیگه دیروز گفتم به گیلا گفتم اینا رو که بگیر بکشیم دیگه اینا فایده نداره یا که من نمیرسم همین کلاوانگ همیا و دری شدیم یا که همین چهارم شروع کردیم به کندن از دیگه گفتم اینا کلاکر بکنیم بیتاره دیگه کمی بود که شما با ما زنگ زدین باز برو جو خوب همین گوسفند تازه خوری دیگه مزه میده دیگه لذت باور که اصلا گوشتی از شیرینی بله دیگه لذت داره دیگه مزه داره بله میگم گردوکای ورستی گردوک میگن دیگه گردوک بچه ما که هست باز مرد نه گردای مخلق شما خبر ندارین که پیش گیلاک میمونه هم دیروز هنوز ناکشته اول گپ همون اردی پیش از میمونه وقت بخور پخته کرده بخورده برات رات کار خیلی گوشتایی که هست کباب گوشتایی هست ولی هسته میگم هم یک دقیقه وقت بریم که خودتو ببینم تا 4 هم سیلی بکنیم ببینم کارتو کجا پیش بردی بریم باشه بریم چای هم دست بیا تو کو شیشته دیگه نه ماما میگی باشی تو بیشی بابا جو تو بیشی یا دیگه چای هم بزنم نقله ما بله ای سوزی میکنم خب یار زن طور به خدا یلک و سردل می کارار من ندارم 2 ماه تو گوسپنده بکشته به خود کشته باز او چی گپ گوسپنده لنده بکشته که ما برم با تازه خوری کنم خب این هنو بدتر که 2 ماه تماشر بیامده شامت خود زنه بچه خو میگم اصلا 2 تا کشته باشه 10 تا کشته باشه اختیار خور داره گوسپنده خور به لندی کشته کیر دیده که گوسپند لنده بره تازه خوری کنه باز همین شلوغی و شامت و اینا رو من خوش دارم همین شلوغی که تو خبر داری که من خوش ندارم یار شما زنکانیه هم هر چی که بگی شما گپ خور میگین بابا جان همین نورالله مسلمان به خود گوسپند کشته اختیار خور داره تو گپ خود خور بگو دیگه یار من نمیفهم زن هر رقم میفهم خود تو برو هر کاری میکنی بکن برو تو مالک و اهلک میبینی که ای سوزی میکنم پیر شد سوزی همه تال نکنده منه آخه برو تو با من ماشون میام رختام رنبق زرکه و برخو کنم تهیه برو من نمیفهم خودی شما زنکا چه کار کنیم ما یاره
همین زن منیه. من نمیفهم که چی رقم آدمیه. دوماد ما گوسپند لند خود 2 تا گوسپند لند کشته. بیا که بریم تازه خوری کنیم. ام کیر دیدی که گوسپند لند بره تازه خوری کنه. مردم به بلا رفتن کال لندی میکنن. به تازه خوری گوسپندای اینا خلاص میشه.